چشمی اوتدور یا چشمی وزنی فضای بیرون همیشه یکی از چالش‌های بازار دزدگیر بوده. آقا توی مناطق جنوبی یا مناطق گرم کشور مثل کرمان و اندیمشک و دسفول و جاهای گرم که تابستون‌های وحشتناکی دارن، این چشمی وزنی اذیت میکنه. حالا چرا اذیت میکنه؟ این سیستم بر اساس 2 سنسور PIR که داخلش نصب شده میاد تصمیم میگیره. بیس عملکرد PIR بر اساس حرارت، درجه حرارته. موقعی که حرارت از یه حدی بالاتر میره، این سیستم تفکیک کردن براش سخت میشه و شروع میکنه خطا زدن. واسه همینه تو مناطق شمالی خطای چشمی اوتدور وزنی خیلی کمتر از مناطق جنوبیه. حالا چاره چیه؟ برای مناطقی که همچین تابستونهای گرمی دارن بهتره که ما از چشمی ماکروویو استفاده کنیم. این چشمی چطوریه؟ اینجا ما یه دونه PIR داریم، یه دونه سنسور ماکروویو داریم. این باعث چی میشه؟ توی ماکروویو یا توی امواج ماکروویو درجه حرارت تأثیری روی عملکرد سیستم نمیذاره. امواج پخش میشن و برمیگردن به سنسور ما و یه تصویری از محیط رو ما داریم. ولی چرا اومدن یه دونه PIR هم کنارش کار کردن؟ با این ماکروویو داره بر اساس تغییراتی که توی محیط، تغییرات حجمی که توی محیط اتفاق میفته، یه چیزی رو دتکت میکنه. ولی ما لازم داریم اون چیزی که حرکت میکنه یه سوژه زنده باشه. مثلا یه آدم رو برای ما دتکت کنه. با اون سوژه زنده یه درجه حرارتی داره. پس یه PIR هم میذاریم کنارش، میگیم PIR که دید، ماکروویو هم دید، دوتاشون تایید دادن و سیستم ما شروع کنه به آژیر کشیدن. اینطوری برای مناطق گرم خطای سیستم خیلی خیلی کمتر میشه. این هم از ویدیوی معرفی چشمی ماکروویو، یه چشمی مناسب برای مناطق گرم. البته مناطق سرد هم میتونه استفاده کنه، مشکلی نداره. تو ویدیوی بعدی میایم جامپرها و پایه هایی که روی این چشمی داریم رو با هم دیگه بررسی میکنیم.